شمال لاله زار باشه به من چی علا گل دانه 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 زمستانش بار باشه به من چی علا گل دانه دانه برو به باغبان گل بگویم علا گل دانه دانه که بلبل به سیل گل می آیه علا گل دانه دانه سر بامی بلند میزنم من شتر گم کرده ای پی میزنم من یا گل دانه 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 اگه دل بر بیایه و دل تو غیر از خوندن دیگه وظیفه نداری. بابا شما می که بیامدم دیگه چی بگیزیده بشین زد بزاره طرف نشدم خوندن شاده بی که میرخصیدم. وای 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 غیر از خوندن دیگه وظیفه نداری آقایو. وای 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 روزی که به شما به دنیا آمده نوشد همین به بابچه‌ها و توفنگ هم بزنه باشن که خدا به ما پسر داده بله گله وقت برو در سر کجیر یا اگر کجیر دیدی رمضان دیدی هر کدوم دیدی دامن شلی دیگه از اونو مثل نوبت میداری میاری وقتی دامن بیارم بابا کسا چارپایی میشی بابا جان چهار پنبیجی بیاردن جریب 11 خودم قبل قرار کردم اینو جریب 10 حساب کردم حق دادن جان دادن یک مسخر حق خود نمیبخشم برای اینو وقت برو دامن یا پول میدم پول بسو که شلی میدم شلی بسو برده بیاد شلی دامن میفهمی این مثال مردم قدیم حق دادن جان دادن ایت یک مسخر بار من پیش نگوان حق خود نمیبخشم برای اینو اگه پول دادن پولون را بستو ندادن شهری بستو بخی دامن شهری بستو برده بیاد بوده خیلی بیاریم کفته مکنم فرغونه برده ببره فرغونه؟ اگه هر کدوم دیدی کجیر دیدی رمضان دیدی هر کدوم دیدی نبستون دامن شهری بگو ما حق دادم جون دادم بگو اصلا پیام گفتی یک مسخول بار خوش ما نمیبخشون چرا تیر بیازده هم خودم قلتنه چرا دامن بدین کاکو؟ یازده من بستم یا دامن جیریب 10 حساب کردم اونو پیش بود و جیریب 11 من خودم رو قلق کنم خوبه چی بونه میکنم که انسان شهری نشه خونه نشه بگو حق دادن جان دادن باید حق مربدی چیزی که خودت رو قابل قرار کردشتم جیریب 11 من خودت رو قابل قرار کردشتم 11 من نبده بگو خدا کن یک مسخول بتون نمونه بابا گشنگی زفت کردم گردنم بر باشه یک لقمه نون به من نمیاد از صبح به سره میخرم من جون میدم ساعت 12:30 شده یک لقمه نون در حق نداره گوشی خورم جواب نمیدم آنی گله کجا بیدی گله کجا بیدی چی؟ کجا بیدی دامنه چی دامنه رمضان گرار من ندیدی چی؟ رمضان گرار من همیته میامدی ندیدی به خیالم مال کودم همیته که همه نبودم نبود سر صبح گمایم برو مشغالگیری مبارک باشی دفت مختلف بیار من با تو سلام میگو گفتم ما مسخرگی میگم دیگه با تو میدینیم و بخکلمه هم قطع منی جغرافیه خب بگو عمل کن بفرما بیار من با تو با اینجا بخیر شدن خیلی کیف داره نیه پشه هم نیه خیلی کیف میکنه پشه نیه اینجا چیزه هواشناسی هم بیای مرشناسی ای کنه به اینجا خیلی ملایمه شبم اگه جنده تخه کخی هم درور بلا جلیا تو بخند بابا ایلا مثل زمین لرزه میلرزه خب بیا من برای دامن برای دامن چی؟ دامن شیلی هم از اینا شیلی چی؟ بیای من گفتم که درو گیری ما دامن کم میده به 11 من گب زدی بیدین دامن دیگه بمونده اونا رو هم بده که ما دامن از شما طلب داریم از کجی رو بیامدی؟ عزیبه همین تو دون به خیریات و شرده بکن که باید بیای بده تارتو برای شیلی برو بابا یک دفعه که حق شما حق تو پیار تارتو رو تو بدادین دیگه
با 10 دفعه دیگه بدی با که شما گپ زده بدی خودی پیان خودی رمضان گرار ما گپ زده با هر دم سیمی خودی آجو گپ زنه 40 دفعه برای این حق نار بدی باز هم میایم که واقعا ما اینجوگا به سر خزانه دولت چیشته به اینا که گیر لکن بیاقله بری و یک کلمه گفتون دون به خیریت شورده به کنکبات بیایه چوپ بی صدا میتونه خو بگریم پس برم وای 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 یادی داره دنیای تفلک وای خودی خود چی بگوره بگیر عواق بگیر امور بدن کو کار کرده بتونی بیخی 10 نفر یخ زده فراشا میکنه تور فراشا میکنه و برو چند تا دیگه هم برخ کو بدن کمر عواق کو کار کرده بتونی دار باشن لالو جمع دلشتنی دور باشن گیله جنجال واقعی خیلیته جایده چیه خوشحالی اینا چیه ماشه آه دالشتنی تو خوشحال شو ایکو گونگی از این گلی نیه شتنی بچین شکر الحمدلله جای بچین جنجال خیلی لغت نکن مشو خود لالو بیا جان سریعت کار بکنیم خب شما گل این برار تو شاید از من بیشتر غیرت داشته باشه تو فهمیدی؟ نه. بیا بریم میت در سال رمضان یا به سر خرمن کجی هم بیخ کتوف کجی بگو می حق مالالا نمیده پیار میگفت اگه چون جون دادم چیکار شده؟ چرا نمیده حق تو همین خرمن ما دامن بمونده همون خرمن اینا دامن با ما قرار شد که شیالی بده انا دگرار بده دامن بمونده پیار می یا از دامنه گپ زدی بدی میگه دامنه انا لیت میگفتن کی بده خودمو کمک کنه که مل کجیر میزنه لالا برو خود تو برو خود تو اما میگه گوجبی تور میزنه ای خدا کدوم به خیریت شده من حوصله خود ندیدم تنه تو سکه راست میگه تنی تو فقط تنی شطوره تور میگم نه. خود زود در میزنی آه. فقط مناری لالو رای کنه نری امیر من خودت تو کنم ها دل تو به می جمع ها این بیچاره دیر مامشه سرکله خور نشوشته چند تا اسکت داری چند تا اسکت داری لالو یک واسکت یک کوتی دارم چرا اینو به گرم کن کیاریو یا نه آه لالا یه وقتی ها نمیده گیلک جو میگه حق دادن جان دادن برو لالا من زور بستو حق دادم جون دادم آه بم زور بستو بگو لالا حق منه به بعد نکرسی با من از تو برو تو حق خود و سر حق خوب است حق دادن جان دادن برو لالا من زور بستو حق خود نمیده میترسو باشه اینه میترسو لالو و میترسی پیا خوره که به تو میای براد عزیز یا هم رنگ تو رهی تو دل تو یا جان ما از من بیشتر میترسه تو شما تو که ترسی این تا اونا تو نیه حال بس اگه میر بدر کو اون در آباخو و قبل نمیفهمی بگو کیاریو با من میگه کیاریو تو اون تو رو چکا شده بگو این دو با من میگه من امیت فراشا میکنم چی دیگه آه مال به تو بگم یک دهی بدم به تو تا کمرشلا پیاده برو میری نیه بیاری اونو نخوردم کار کن نه تو اصلا خود ما اون روز اشتنه رمضان بله راستیم خوش آمد تو کنه عرض طلب کو از ما نداره نگو بله حق دادن جان دادن کوکای تو چرا دامن شلی میری نکردی دست اشته دامن شلیه ها اشته دامن شلیه جریب چند خودتو گپ زدم جریب دامن جریب 11 من خودی کی گپ زدین خود شما یار ما کار شده باشم از این گوشا که میشنیده باشین یا ما از این زبون گم شده باشم که ما خودی شما جریب 11 من گپ زده رمضان باشم جو آشا ممکن نشو برارم خودتو جریب 11 من گپ زدم با بچه خوره کردم بده پیش برات کجی کردم چه دامن شلی من نمیدن کوکو آخی 10 جریب زمین داشتیم جریب دامن خودی شما گپ زدم 100 من شلی به شما بدادم با بیشتر ما بخشش باشه جریب 11 من خود شما گپ زدم گپ برارم نزدم 11 من ما بابا جو حق دادن جان دادن اگر حق دادن جان دادن بیده ما به شما حساب شمار بدادم اگر شما بیشتر مایم آدم مستضعف غریبیم خیرات زکات چیزی ما بود دیگه سیوا خطیه کوکو جو به 100 نفر من خیرات میدم برار خوبه که تو من خیرات نده حق مر بده حق شما بدادم و دست شما چی حق مر بدی ایت حالی نمیدی و خیرات که مگم بدی اگر من خود شما جریب 11 من گپ زده باشون که بمی دنیا خدا با من نشونده با آخرت که به جا خوب برسه یعنی با خیرات که مگم بدی تو سیه
صحیح. به خدا معلوم این که یک دونه خود به تو بیل نمیکنه. افسوس که کسی نبود خود ما و شما به پیش ما همزن که بیان در سرا خود گفت رفتون رمضان جیری بیازدن که شما جری 20 من بودم بجری 20 من شما چه بله گپ چرا میگی برو درک کو من بیازدن دیگه آنه به ما بس توبه که من شما بیارم به سر زمین که یک خواچی که یک سر به شما بگم که داره کنه یک بوته زمین تو دیگه نمیکنم بس به من توبه شد دیگه